کلا پرتقال و لیمو محلی. اینم بازارچه دهانه سپیدرود، جاده دستک به کیاشهر، دستک به چافرا. امروزم جمعه است. یه چند لحظه وایسید. سلام دوستای عزیزم، من مرتضی هستم و گفتم یه توضیح کوتاهی در مورد این بازار بهتون بدم که ممکنه در طول ویدیو باعث ایجاد مزاحمت بشه. این بازارچه در دهانه سپیدروده که تقریبا میشه گفت مرز بین شهرستان لنگرود و آستانه اشرفیه. این بازارچه مدت کوتاهی راه افتاده و به وسیله بومی‌های همین منطقه اداره میشه و محل عرضه محصولات تازه و تولید شده خودشونه که در روزهای جمعه برگزار میشه. الانم ساعت حدود 11 صبح. این ولاگ مربوط به هفته اول دیماه سال 1404 هستش. امیدوارم که لذت ببرید. 12 محصولات محلی میاد. هم کاکا داره. هم فروغ تازه. من سبزی خوردم تازه. چی بردید؟ کلثوم. رحیمی هم دوست داریم بریم. رحیمی. کلثوم رحیمی. این همه مهندس خانه ها. خدا بداره. ماشما من باید ترشی هم برام. سبزی خوردن کیلویی 100 تومان. کاکای تازه. این کاکا چند الان اینقدری؟ این برنج همینه؟ شوره خانه روزانه. من برنج هم دارم. چه شوره؟ کدوی شکر چیه دیگه توش؟ آرد گندم، آرد برنج، کدو حلوایی. مثل گلابه. گلابه. کشمش هم هست؟ کشمش هم برنج چنده مره؟ سالیم؟ این سالیم رو 300. پرتقال و لیموی محلی. حالیش میدونی چیه؟ اونجا محصولات محلی دارن. آشخانه ما روب هم حتی داشت. اینم کنار دریا. میگم بازار دهانه سپیدرود. خیلی دوست داشتم بیام براتون فیلم بگیرم. واقعا دیگه امروز قسمت شد. اومدم بازار دستک رو فیلم بگیرم. اینم جاتون خالی.
خالیه. اینجا جزء دریای کیاشر میشه دیگه اگه اشتباه نکنم. جای شما خالی. 1 کیلو سبزی هم گرفتیم، کیلو 100 تومن. سبزی تازه محلی. صدا رو میکس میکنی بعدم؟ همینطوری میزدی؟